اگر رو من بالا کنم دست دعا با صدق صفات تو از آشیان عرش و اردم مرغ آمین بکشی. ما بنده پرگناستیم، تو دریای رحمت هستی، جایی که فضل تو چی باشه گناه ما. انشالله پیروزی از این نظر افتاد. حضرت عثمان غنی با 1400 صحابه این مبارکات از مدینه اومدن به طرف خراسان زمین که افغانستان است. فامیلایشون خانهشون اینجا نزدیک است، از این آب استفاده میکنن و از بسیار جاهای دور مردم اینجا میان از این آب استفاده میکنن، همراه خود بشکه های کلان کلان هست. اینجا باز هم سنگ میم است، اینجا که میم اینجا دال است، پاک سوتره معلوم میشه که نام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نوشته است. درود شریف هم از یادتان نره، بر روح پاک آن حضرت درود شریف بفرستین. سلام و احترامات تقدیم خدمت تک تک عزیزا و بیننده های یوتیوب چینل آذان افغانستان. امروز آمدیم تا با شما یک برنامه دلچسب و دیدنی بسازیم. آمدیم در ساحه شهدای صالحین که اکثریت بیننده های عزیز و دوستا با نامی از اینجا آشنا هستند. جای تاریخی است. البته در مورد این ساحه میریم صحبت میکنیم با مردم این ساحه. زیارت تمیم صاحب که این هم خیلی مشهور است، در مورد از این هم با شما عزیزان معلومات را ارائه میکنیم. و اینجا دیگه یک چینه آب است، اونجا هم میریم. خیلی آب شیرین داره، آب صفا داره. خیلی مردم در مورد از این آب هم صفت کرده. ما آمدیم تا با شما بیننده های عزیز امروز یکی از برنامه های مقبول و قشنگ در این ساحه تاریخی بسازیم و همه معلومات در مورد ساحه با شما بیننده های عزیز ارائه کنیم. دیگه باز هم یادآور میشم که سابسکرایب یوتیوب چینل آذان افغانستان از یادتان نره و تا آخر برنامه با ما باشین. بیننده های عزیز، خیلی جالب است. اینجا با یک زیارت داخل شهدای صالحین شدیم که بالای سنگ اسم مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نوشته است. این را به شما نشان میدیم. خیلی جالب است دوستای عزیز. قسمی که اینجا میبینیم پشت سر ما سنگی است که در این سنگ نام پاک حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نوشته است. خوب صحیح واضح معلوم میشه. بعد از او که نام در زیارت سری سنگ نوشته شده، در این ساحه هر کس که آمده امی ساحه اسم محمد رنگ کرده، اما در سنگ معلوم میشه. شما اگر متوجه ویدیو شوین خوب صحیح مقبول اسم محمد صلی الله علیه و سلم نوشته است. بالایش میم است، اما سنگ میمش همونجا چکرواری است. این طرف که میایم باز هست، اینجا باز هم سنگ میم است. اینجا که میایم اینجا دال است. پاک سوتره معلوم میشه که نام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نوشته است. درود شریف هم از یادتان نره، بر روح پاک آن حضرت درود شریف بفرستین. ما اینجا آمدیم آیسته آیسته پیش میریم. زیارت تمیم صاحب و دیگه زیارت ها ساحه تاریخی که اینجا است از او کلش انشالله که معلومات به شما ارائه میکنیم، صحبت های می داشته باشیم. دیگه تا آخر برنامه بیننده باشین. بیننده های عزیز، کاکا استاد هستم. کاکا خود معرفی میکنه در مورد تمیم صاحب انشالله معلومات ارائه میکنه، با شما شریک می. سلام علیکم کاکا جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کاکا جان اسم مبارکی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم محمد نسیم، خادم تمیم صاحب و انصار مسجد. بخیر. سلام از کاکا جان عزیز. اگر به بیننده های عزیز در مورد تمیم صاحب کمک معلومات ارائه کنید. قربان، چون تمیم صاحب خب سراسر جهان معلوم است که یک شخصیت های بسیار بزرگوار هستند که این مبارکا خون خدا و فامیل خدا و اولاد خدا از مدینه و رجای این مبارکات دین به ما اینجا رسانده. این به تمام مسلمانان معلوم است که صحابه چقدر زحمات زیاد کشیدند. این مبارکات در وقت حضرت عثمان غنی با 1400 صحابه این مبارکات از مدینه آمدن به طرف خراسان زمین که افغانستان است. در اون وقت اینجا
زنبیلکشا و جنبیرکشا کفار بود پرستا موجود. و اینا مبارکات دین رساندن، دعوت کردن، مثلا جهاد کردن با شمشیر یا خود. بالاخره اینا مبارکات خود به شهادت رساندن. دیگه مبارکات ما جوار چشمه حضرت خضر نبی با شهادت رساندن. دیگه وقت زمان باز بر زمان حضرت علی که اینجا آمدن کاملا اینجا توسط عبدالرحمن بن اسد این کابل فتح شد. دیگه این زیارت مبارکات امین صاحب انصاری حافظ قرآن هم بود و خودش مبلغ اسلام، حافظ قرآن، به خاطر تدریس اسلام به اینجا گماشته شده بود. دیگه جبیر صاحب از تمیم صاحب است که مردم متدین مسلمان خصوصا افغانستان یک جای زیارتگاه برای ما. تشکر کنم. خیلی تشکر که به بیننده های عزیز معلومات تشکر. بیننده های عزیز داخل تمیم میریم، یک زیارت هم به شما بیننده های عزیز نشان میتیم، با ما باشین. بیننده های عزیز، ما آمدیم به چشمه که در این موقع موجود بود، البته در شودای صالحین بالای زیارت تمیم صاحب. اینجا ما آمدیم تا به شما بیننده های عزیز چینه آب نشان بدیم. خیلی جالب بود، اما متاسفانه بگیم که این ساحه قلف است، بند کرده. فکر کنم اجازهش به داخل شدن فعلا بند است، اما خیلی جالب است. امی پشت سر ما کمی پنجره را میبینین. داخل پنجره پیش میرین کوس، داخل کوس سوراخ است. داخل سوراخ که میری چشمه آب است و خیلی یک آب شیرین پاک شفا است دیگه. البته اینجا موجود است. مردم این ساحه، کسایی که فامیلایشون خانهشون اینجا نزدیک است، از این آب استفاده میکنن و از بسیار جاهای دور مردم اینجا میان از این آب استفاده میکنن. همراه خود بشکه های کلان کلان میارن و از اینجا این آب چشمه دیگه البته بیننده های عزیز نام داره. یا وقت خود میبره از دخانه خود از چای استفاده میکنن. به خاطر چای خیلی آب شیرین و شفا داره. و پایین حالا میریم بیننده های عزیز تا آخر برنامه با ما باشین. پایین میریم همراه بعضی از دوست ها مصاحبه میکنیم درباره
بعضی از جاهای تاریخی دیگه که اینجا موجود است. اینجا خیلی چیزای دیگه هم هست. بیننده های عزیز، خیلی از آرامگاه ها یا کسایی که در طریقت بودن وفات کردن اکثریتشون هم اینجا دفن هستند و دیگه هم خیلی از صحابه کرام، تقریبا در حدود 50 نفر صحابه کرام که در وقت حضرت عثمان رضی الله عنه اینجا آمده بودن و این ساحه را بسیار به مشکلات گرفته بودن. بعد از او که محاکم وقت کابل بود، باز دوباره سر از اینها حمله کردن، یا را به شهادت رساندن، همینجا دفن هستن. دیگه از بیننده برنامه ما باشین و از برنامه لذت ببرین. ما پایین میریم انشاءالله تا بتانیم به شما برنامه را دلچسب‌تر کنیم. بیننده های عزیز، کتی بابا جان خود استاد هستیم، مسئولی همون چشمه است. پیشتر که یادآور شدیم، حالا کتی کاکا جان معرفت میکنیم، نام خود میگه در مورد ساحه و شما معلومات. سلام کاکا جان. و علیکم السلام، شما خوش آمدین و بیننده‌تان احترام. اینجا که شما آمدیم امیال پشت نان آمدیم، مسئول همون چشمه هستیم. بسیار خوب کاکا جان. میگه بیا بریم سودا خط پنجه شاه. امیجا هست که می بزرگوار غوث زمان صاحب نام داره. اموجا هست کوجه خدر حیات و نبی صاحب. این امیجا 2 تن شهید شده 1444 سال پیش از پیش جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده. به نام تمیم جان آقا، جبای جان آقا، شب غافلیت بوده، به داخل چشما آمدن برای خوردن و میا شهید شده. ای دیگه نمی قوله میبینی، قول نداف است و بغلش قول دیجان، قول پنجه شاه. بیا بریم سودا خط پنجه شاه. دیگه نمی به شفا رخ کل مردم از خوست و پکتیا و هر جای می کسی که شیر نمی داشته باشه، یک غصه می داشته باشه، می نمو یک بیچاره خیرات میکنن، خداوند مریضشان شفا میده. میگه در آن وقتی که درویشان شراب شوق می نوشد، بیاید خط پیغمبر شو ساقی درویشان. امیر المومنین ایدر ما در افغانستان داریم، به طالبایتان احترام داشته باشین. ببینید خدا بالای وطن ما رحم روشنی کرده. مدیر مشکلات است با بمها و غمها، آمده یک بیروبار خلق ساخته. صاحب خانه ما اینمی وارثای شهیداست. قرآن در بغل امیر المومنین ماست، با طالبا جنگ کردن گناست. امی پایانتر زیارتگاه سیباغور پاچاست، کلیش پیش تمیم جان آغاز پنجه شاه. شما کیجا آمدین؟ میلیون ها میلیون روپای منظره است آقا جانی کو داره. ای به میلیون ها میلیون روپای عواید داره. ای وطن گیاه قیمت بها داره. ما با کمک خارجی ضرورت نداریم، کل جهان با کمک ما ضرورت داره که ما نشان ازلی داریم، نیم قلندر هستیم. پوله قلندر ازلی با امرای شاه باز قلندری، انشالله نیم قلندری داریم. مگه ملنگ از زیارت ها از خاص کنرهای افغانستان است، به نام سیجان ملنگ نام داره رحمت الله علیه. مسئولین اینجا میگه گراجت بدلداری سرخیز که پیر رن و مادر و پیان است. امی ملنگ افغانا دووپیان پروان است، پالیس جعفر آقای مجرد دووپیان پروان است. میگه 2 شمع قندیل است میان وپیان، صدقه گل میر و میر جان چوب. اگر حاجت میگه بدلداری خو گفتم که سحر خیز که پیر رن و مادر روفیان است. میگه اگر خواهی که بی فیض ایشان، برو بکو خدمت به خواجه میرسه جان. آقا وطنک ما را چشم خود دوخته، ای وطن نمی اردم شهیدای بچه افغان است. واسکت کالایی که در جان شما بزرگوارا است، در جان حسن آقا و حسین آقا نواسای جناب محمد رسول الله رسول. شکر الحمدلله در خور ببینی. میگه یا حلی مشکل کشا چشمم به دربار شما، خاک رو پیدر جارو و مجگان میکنیم، عرض عالم را حضور شای مردان میکنیم. آقا ما تشویش نداریم. انشالله که شما جوانای قهرمان وارثای شهیداست، طالبا شکست ندارن. ما به جهان صدا میکنیم به طالبا کینه نگیرین. به هر جایی که به نظمی باشه یو علمای قرآن صاحب ببره، قرآن شریف پیشان باشه، ختم خیرات کنم، مشکل هم وطن حل میشه. با احترام. شکر کاکا جان. یک زحمت اگر نمیشه یک سوالک میکنم زیاد نه. اینجا که نه، اینجا خو قسم که معلوم است
بیننده های عزیز معلومات داره مردم عام اینجا میارن جنازه های خود دفن میکنن و قسمی که کاکا جان کمک ما معلومات داره اینجا اکثریت که در طریقت هستن اینجا دفن میشه اگه کمک معلومات بده کیها اینجا هستن از مثالای بیشتر چنانه که معلوم میشه قبرستان هاست بگافدی کلش دوستای خداست کلش دوست خداست خداوند بدوای از شما رو دهید میدان شرمانه شما یک 4 روزه سی وطنکتان آباد کن میگه آمد بهار و وا نشدل این قمچه مگم چو گفتنی نیست پیروزی اسلام مبارک باشه در خانه شما خورتنگی نکنی از گذشت کار بگیرید قهرمانان وطن سابقات نمیده در دوره جمهوریت مردم لطف میشه آلی کامرای تا میگرفته میشد دیگه یک دو در دوره جمهوریت صاحب می کامرا مینا آمد کته می دیگه شما باور کنید که کامرا بیای از زیر تا به می سرک ما دواندم کار کدام دوست اینه میگه مورلت نکنه کمی نام من ملنگ بد نشه. تشکر کاکا جان بخیر سلامت باشه تشکر بخیر کاکا جان با بیننده های عزیز یک دعا برو دیگه من میگه اگر من بالا کنم دست دعا با صدق صفات تو از آشیان عرش و مرغ آمین بکشی ما بنده گناستیم تو دریای رحمت هستی جایی که فضل تو چی باشه گناه ما انشالله پیروزی از این نظر افتادگان مبارک باشه که از نظر افتادگان در ملک بالا میره این مردم خداوند غنی پیدا کرده در دنیا وطنشان از گیاه داره قیمت بها حاجت به کارشان نیست خب ما میگیم چنایاره که چند تا آمریکایی که نساجی بگرامی و ترا را جور کنن با شما خیر سلامت باش کاکا جان بخیر باشی تشکر تشکر کاکا جان خیلی تشکر بخیر باش کاکا جان قربانتان کاکا جان مهربان باشی بخیر سلامت باش کاکا جان بخیر سلامت باشید بیننده های عزیز قسمی که دیدین حاجی صاحب خداوند جل جلاله عمر طولانی بده با شما با ما با کلگی دعا کردی که از ملنگ بگویم محافظ بگویم در این ساحه است صرف از خاطر رضای خدا این همین جفتیده نه کداماش داره نه کدام دیگه داره از کلانای ما همیشه دعایش در حق ما قبول شده در ادامه برنامه با ما باشه بیننده های عزیز ما پایین میریم از برنامه تان لذت ببرید بیننده های عزیز کاکا را پیدا کردیم کاکا سلام علیکم و علیکم برادر خوب باشید بخیر خیر اسم مبارکت عبدالمنان کاکا جان کجا روان بودی والا من تو رفتم به خضر پاچا یک دعا میخواستیم کدام وقتا می اینجا بله می روزای جمعه زیادتر میم دیگه جمعه خیرتمند مصروف شده بودی بله خانه هم اینجا است یا اینجا می باشه افشار می باشه از افشار می اینجا کوچه شنگیجه به زیارت می در مورد این ساحه کمک به بیننده های عزیز معلومات بدی کاکا جان والا اینجا خو یک سرزمینی بسیار پرفیض است یک سرزمینی است که سرزمین شهدای سالین است و اینجا بسیار بیشتر شهدا دفن است در ضمن 1000 اصحاب گرانقدر اینجا دفن است به شمول حضرت تمیم صاحب انصار جبهه شاذ انصار و این طرف خضر پاچا است اون طرف پنجه شاه این طرف جانباز بلاگردان است این پای ما صاحب سه غور پاچا است اینجا میشه به قصاب کوچه است دیگه بسیار اولیاء اولاد داره یعنی جای پربرکت است با خیر سلامت باشه کاکا جان و بیننده های عزیز چیز گفتنی داشته باشی قربان شما مهربان شی خداوند متعال در وطن ما یک امنیت و صلح و صفا را بیاره که مردم در فضای خوب آرام زندگی کنند بخیر سلامت باشه کاکا جان بخیر باشین قربانتان بیننده های عزیز قسمی که دیدیم اکثریت مردم بسیار به شوق و ذوق طرف میاین در این ساحه و اینجا دعا میکنن جای پاک است از اکثریت صحابه کرام اولیاء بسیار شخصیت های مهم اسلام اینجا دفن هستند دیگه ما هم خواستیم امروز برنامه مقبول خود در این ساحه به شما بسازیم تا در مورد این ساحه کدام زیارت ها اینجا موجود است در مورد از اینها شما بتانین معلومات پیدا کنین و از برنامه خود لذت ببریم بیننده های عزیز ما همیشه تلاش میکنیم برنامه های به شما بسازیم که هم معلوماتتان زیاد شوه و هم ببینین وطن خود اکثریت برادرای ما مسافر هستند از طریق یوتیوب چینل آذان افغانستان ما را میبینن ما هم خواستیم که امی تصویر وطن به شما بکشیم جاهایی هستند که شما از این ساحه خیلی خاطرات مقبول دارین خیلی خاطرات قشنگ دارین اینجا آمدین گشت و گذار کردین شیشتین خیستین از هر ساحه یک تصویری در ذهنتان است ما همیشه تلاش میکنیم در هر نقطه افغانستان نه تنها
صرف کابل، در هر نقطه افغانستان، هر ولایت، هر ولسوالی، هر قریه بریم تا به شما بیننده های عزیز برنامه های مقبول بسازیم و دوباره خاطرات را زنده کنیم. تا برنامه بعدی که من خیبر هوشمند در خدمت شما حاضر میشم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می سپارم. وقت خوش داشته باشید.